سلام و عرض ادب مجدد دارم خدمت دوستان و همراهان گرامی. امروز میخوایم در مورد هیجان خشم و سوگواری، موضوعی که در جلسه قبلی فتح بابی کردیم، در اون مورد صحبت بکنیم و این بحث رو بیشتر بشکافیم. خیلی جالبه که در جریان فرایند سوگواری ما هیجان‌های خشم رو تجربه می‌کنیم و این برای افرادی که به دلایل فقدان، از دست دادن کسی، به دلیل مرگ، بیماری یا از دست دادن شریک عاطفی یا حتی از دست دادن ثروت، فرصت‌ها، دچار سوگواری شدن، بیشتر انتظار دارن که هیجان‌های اندوه و غم رو، هیجان‌هایی که در این طیف هستن رو تجربه بکنن و یک نوع awareness، یک نوع آن awareness یا ناآگاهی در مورد وجود هیجان خشم دارند. خیلی براشون عجیب هست که من چگونه میتونم احساس خشم تجربه بکنم در حالی که عزیزی رو از دست دادم. اما این فرایند این هیجان، بهتره بگیم این هیجان یک ریاکشن و یک عکس العمل طبیعی به فرایند فقدان هست و افراد میتونن به راحتی این هیجان رو تجربه بکنن و یک موضوع طبیعی هست. اما نکته مهم اینجا این هست که درمانگران و بالینگران بتونن این موضوع رو در مراجعانشون شناسایی بکنن و با اون برای بهبود، در جهت بهبود به کار گرفته بشه. موضوع اصلی بررسی هیجان خشم در فرآیند سوگواری امروز ما به این خواهد پرداخت. خب، در بسیاری از فرهنگ‌ها هیجان خشم یک هیجان منفی و مذموم شناخته میشه و همیشه این ایماها وجود داره که از این هیجان میبایستی دوری کرد و حتی اون رو سرکوب و کنترل کرد. ما با ایده های متنوعی روبرو هستیم که هیجان خشم رو دارن با خصومت، پرخاشگری و عدم کنترل تکان مرتبط میکنند، اما این روندها صحیح نیستند و این دیدگاه ها یک دیدگاه های مناسبی در باب هیجان خشم نیستند. در واقع استراتژی های تنظیم هیجانی مثل سرکوب یا اجتناب و اوایدنس میتونن به عواقب منفی تری در مقابله با هیجان خشم منتهی بشن. بنابراین سرکوب خشم، فرار کردن از اون و یا تلاش برای کنترل اون روش‌های متناسبی برای برخورد با این هیجان نیستند. وقتی که معمولا فردی با فقدانی روبرو میشه و فقدان‌هایی که سخت هستن، معمولا مثل مرگ عزیزی یا بیماری یا تغییرات سخت و سهمگین زندگی، بیشتر این ایده به ذهن فرد میاد که زندگی عادلانه نیست و در حالت کلی معادله زندگی نامنصفانه هست. این درک از زندگی میتونه فرد رو در این جهت سوق بده که هیجان خشم رو در مقابله با زندگی و موضوعات و رویدادهایی که براش وجود داره باهاشون رو در رو بشه. اما در فرایند درمان هیجان خشم میتونه بیشتر درک بشه، در جهت بهبودی درمان میتونه درک بشه و اجتناب از اون، فرار کردن از اون و تلاش برای سرکوب اون میتونه هدف درمانی قرار بگیره. خب، خشم و سوگ معمولا دست در دست هم دارن حرکت میکنن. بیایم برای درک بیشتر این ماجرا یک مثال عینی رو بررسی بکنیم. برای مثال فرض بکنیم که فردی یک عزیزی رو از دست داده. اولین هیجان هایی که در این مسیر فرد با اونها مملو خواهد شد یا این احساس ها رو تجربه خواهد کرد، احساس و هیجان غم، اندوه و سردرگمی هست. اما از ابتدای این مسیر هیجان خشم هم میتونه غالب و بولد باشه در این مسیر با فرد و همونطور که صحبت کردیم
همونطور که اشاره کردم این هیجان میتونه از احساسهای ناعدالتی و بی‌عدالتی که فرد دچار اون شده به وجود بیاد، منشأش اون باشه و اکثر افراد و مراجعانی که دچار فقدان میشن گفتیم که میتونن این سوال رو بپرسن که چرا این اتفاق برای من افتاد و چرا این زندگی منصفانه نیست، چرا من باید دچار این بحران بشم. و در این مسیر این تفکر و این دیدگاه ها میتونه به خشم اونها دامن بزنه. از منظر روانشناختی اگر بخوایم بیشتر هیجان خشم رو بررسی بکنیم میتونیم به مقابله‌ای بودن هیجان خشم بپردازیم. هیجان خشم در مقابله با تهدید به وجود میاد و به عنوان یک مکانیسم دفاعی ارگانیسم رو آماده میکنه تا بتونه به اون بحران و به اون تهدید پاسخ متناسبی بده. بحران هایی که در زندگی ما به وجود میاد، خب فقدان یا از دست دادن عزیزی، از دست دادن فردی یا شکست هایی در زندگی میتونه به عنوان یک تهدید درک بشه توسط فرد و فرد هم هیجان خشم هم در وجود فرد به این دلیل به وجود میاد که فرد رو حاضر بکنه تا با این بحران مقابله بکنه و بتونه از اون جان سالم به در ببره. پس تا حد زیادی میتونیم دلیل هیجان خشم در فرایند فقدان و سوگ رو بفهمیم. سوالی که اینجا برای ما پیش میاد این هست که آیا احساس خشم در فرایند سوگواری میتونه مفید باشه؟ پاسخ این سوال بله هست. درسته که احساس خشم و هیجان خشم برای فردی که دچار سوگواری و فقدان هست یک احساس ناگوار و سنگین به شمار میره، اما این به معنای این نیست که این هیجان باید کنار گذاشته بشه یا سرکوب بشه. در واقع حتی خشم میتونه به عنوان ابزاری برای فهم هیجان‌ها و فهم احساسات به کار برده بشه و در جهت بهبودی عمل بکنه. برای مثال وقتی که ما دچار فقدان هستیم، احساسهای خشم میتونه به ما کمک بکنه که ما مرزهامون رو با اطرافیانمون بهتر تنظیم بکنیم و مرزهای جدیدی رو بتونیم برای مقابله با فقدانهای دیگر تدوین بکنیم و از دیگران بخوایم به احساسات ما احترام بگذارن. یا احساس خشم میتونه به فرد کمک بکنه که احساس توانایی بکنه و از بیهودگی و از احساسهای بیهودگی و پوچی رهایی پیدا بکنه. و این چجوری اتفاق میفته؟ اینجوری اتفاق میفته که فرد وقتی که دچار فقدان میشه، این خشم یک انرژی و انگیزشی برای حرکت رو به جلو و رو به آینده در فرد ایجاد میکنه و فرد میتونه با اتکا به این انرژی و انگیزه به دنبال پاسخهای جدیدی برای دلایل فقدانش بگرده، به دنبال ارتباطات جدیدی، به دنبال دادن معنا به فقدان خودش بگرده و این میتونه در جهت بهبود، فرایند بهبود به فرد کمک بکنه و نهایتاً از بعد انگیزشی و موتیویتیو فاکتور بودن میتونه به فرد کمک کننده باشه. موضوع دیگه ای که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیره بحث خشم کنترل نشده و افسار گسیخته هست و بسیار مهمه بدونیم که خشم کنترل نشده و افسار گسیخته میتونه آسیب‌های جدی برای فرد داشته باشه و تحقیقات بسیار زیاد نشون میدن که خشم افسار گسیخته، خشم مزمن میتونه فرد رو مستعد بیماری‌های قلبی عروقی، فشار خون بالا و بیماری‌های گوارشی و سایر مشکلات بکنه و در بعد مسائل عاطفی و بین فردی هم
خشم افسار گسیخته، به این کلمه افسار گسیخته هم دقت بکنیم. میتونه به روابط بین فردی و عاطفی فرد آسیب جدی وارد بکنه. پس چیزی که ما در اینجا صحبت میکنیم از کانالیزه کردن و هدایت کردن صحیح خشم هست، نه خشم افسار گسیخته. اگر خشم شما غیر قابل کنترل و افسار گسیخته هست، بایستی اقدامات کنترلی متناسبی رو انجام بدید. ولی خشمی که در سوگ تجربه میشه رو میشه کنترل و کانالیزه کرد، نه سرکوب و اجتناب. به این تفاوت ریز و ظریف و بسیار مهم باید دقت بکنیم در این راستا. خب و اما چگونه میتوانیم خشم خود رو در مسیر درست هدایت بکنیم؟ چند تکنیک و چندین روش وجود داره که ما بتونیم احساس خشم خود رو در فرایند سوگواری به طرز صحیحی هدایت بکنیم. حالا که فهمیدیم که احساس و هیجان خشم یک احساس و جزئی از فرایند طبیعی سوگ هست، میتونیم با استفاده از تکنیک هایی اون رو بهتر درک بکنیم، بهتر هدایت کنیم و به طور سازنده تری از اون استفاده بکنیم. تکنیک اولی که در اینجا به شما پیشنهاد میدیم تکنیک پذیرش هست. ما باید بتونیم در قدم اول وجود این احساس در این فرایند سوگواری رو بپذیریم. وقتی که چگونه بپذیریم؟ این گونه که وقتی از احساسهای خشم در خودمون آگاه شدیم بتونیم اون رو به راحتی تجربه بکنیم بدون اینکه خودمون رو از بابت داشتن این احساس سرزنش بکنیم. و اگر برخورد ما با مملو از پذیرش باشه میتونیم بهتر اون رو به مسیرهای بهتری هدایت بکنیم. روش دومی که به شما پیشنهاد میدیم در اینجا آگاهی از حسهای بدنی هست. وقتی که ما با یک هیجان منفی، هیجان سخت و دشواری مثل خشم دست و پنجه نرم میکنیم، علائم فیزیکی هم به تبع خواهیم داشت. برای مثال این میتونه با افزایش ضربان قلب، با افزایش تنفس، با تنش‌های بدنی، گرفتگی‌های بدنی یا احساس فشار در فک به هم فشردن دندان‌ها همراه بشه. وقتی که از این احساس‌های بدنی آگاه میشید میتونید در جهت کنترل و بهبود خشم حرکت بکنید. یکی از بهترین روش‌ها برای کنترل خشم بیان و ابراز اون هست. اما چگونه بیان کنیم؟ این یک مسئله مهم هست. بیان و ابراز خشم میتونه از طریق صحبت کردن با یک دوست یا مشاور و یا ابراز اون به کانال ها از طریق کانال های دیگه ای باشه. مثلا یک ابراز صحیح خشم میتونه استفاده از ورزش کردن باشه. ورزش کردن میتونه به شما کمک بکنه انرژی بدنیتون آزاد بشه، تنش های بدنی و اضطراب ناشی از خشم هم کاهش پیدا بکنه. روش سومی که به شما پیشنهاد میشه در این جهت استفاده از تکنیک های مدیتیشن و ذهن آگاهی هست. در مقابل با احساس های خشم ما میتونیم با تکنیک های مدیتیشن آرامش مقابله‌ای در مقابل احساس های تنش خشم رو تجربه بکنیم و آگاهی از فرایندهای ذهنی، آگاهی از حضور خشم و حضور در لحظه، نشستن با خشم، در کنار خشم، گوش دادن به خشم میتونه به شما کمک بکنه تا اون رو بهتر پردازش بکنید و در مسیرهای بهتری کانالیزه کنید. در نتیجه گیری این صحبت هامون میتونیم به این برسیم که خب احساس خشم هم مانند احساس های دیگر در فرایند سوگواری مخصوصاً یک احساس طبیعی هست و یک نیاز طبیعی روان ما برای یک روند عاطفی متناسب هست. پس خشممون رو بشناسیم،
در مواقعی که دچار سوگ میشیم، خدای نکرده اطرافیانمون دچار سوگ میشن، سعی بکنیم این هیجان رو بهتر بشناسیم و با برخورد مناسب با اون و کانالیزه کردن اون در جهت بهبود و رشد فردی بتونیم کمی راحت تر مسیر تلخ و سنگین سوگ رو که جزئی از زندگی ماست رو بهتر طی بکنیم. خیلی ممنونم که به سری ویدیوهای بنده گوش کردید، وقت گذاشتید. امیدوارم مفید فایده واقع شده باشه. بسیار ممنونم. عصر خوبی داشته باشید.